جناب پاپ، جناب پاپ، تو را در آسمان ها می جستم که در زمین یافتم. ارو امک جون در شلپت صدقه من مسلمانم تبی پکزل بروده. مانید این گپ ها را جناب پاپ، خودش چی گپ است؟ من باید تعجیلاً گناه هایم را تازه کنم. اگر دانی که دیروز چی کارها کردن، چی کارها. این مرک یک آدمی کلان پا دلوی گور رسیده سوزرم گناه میکنی. برای در یکان شرشر خود تباش و گناهت پاک میشه. بیاید رفته گناه هایم را تازه کنیم. بخشی شکا من به چند لحظه شما فهموندم من مسلمان چوه من اثر نمیتید روم. جناب پاپ گپ رو دراز نمی کنم، کوتاه نمی کنم. بیاید رویم، بیاید رفته گناه های من رو تازه کنیم. اما کی شما حوزی برینی از 4 روز دیگه گناه کنین میلش بعد بیا میریم یکون جون میشیم همه گناه تا پاک میکنیم. رفتیم، بیا به کلیسا رفته گناه های من رو تازه کنیم. بیاید به کلیسا رویم، التماس میکنم. بیاید رفتیم. همون نچه دست بگی ای برات قدم قربون برای قطعی همون یک کلیپ کن گناهات همش میریزه. آخرین وظیفه تو نیست برادر. نیست تو چی کار میکنی؟ با اهل دین چرا دست میبرداری؟ کشاله بدهی از کلانسان همین خیل پند گرفته. ای بس هیچ کس دست نبرداشته است. من به این جناب پاپ میگویم که گناه های من رو تازه کنیم، اما گناه های من رو تازه نمیکند. این وظیفه اون نیست مگر؟ جناب پاپ درست گفته است. گفتی بیا گناهی مرا تازه کن، آنها خود به خود تازه نمیشوند. موسفید اگر تو گناه کرده باشی رو به درگاه خدا کرده دست کشاده دعا میکنی، توبه میکنی، انا آن وقت خداوند تو را شاید ببخشد. گناهان چنین پاک نمیشوند. تو دیوانه هستی چی؟ توبه نمیکنم. من گناه تازه کردن میخواهم. آخر گناه تازه کردن نمیشود. رفتیم تو باید توبه کنی برادرم. رفتیم توبه کنی. آخر نگذاشتید که یک گناهم رو تازه کنم. نگذاشتید پاک شدم. لا حول ولا. یا خدایا گناه های این بدبخت ببخش. جناب پاپ، جناب پاپ، خدا تو را به نزد من فرستاده است. استغفر الله استغفر الله. جناب پاپ من یک خزینه داشتم. یک دوستی ابله خزینه ای مرا دزدید. خزینه ترا دزدی؟ بله خزینه ام را دزدید. شما خوب فهمیدید. حاضر من را عاجلا یک خزینه یافتن لازم. شما از اهل قدیمه استانبول که هستید یعنی خزینه ها در کجا هستند خوب میدانید. میگویم و من گویید که خزینه بیزنس در کجا هست. رفت آن را یابم. من باید زود یک خزینه یابم. پسرم تو بیمار هستی، تو کلت کار میکند. در این زمان خزینه بیزنس در کجاست؟ جناب پاپ اگر آن خزینه را یابم حتما حق تو را بدهم. توبه. پسرم من تو را نادرست فهمیدم. نسبتی تو خطا فکر کردم. مرا ببخش. تو بسیار آدمی پاک دل بوده ای. من به تو یک سراغه خزینه بیزنس را میدهم. آماده هستی؟ آمادم جناب پاپ، آمادم. ناحیه شوراباد دیده ای؟ دیدم. دیدم. خانه قدم قربان دیدگی هستی؟ آن جای را هم دیدم. باور که خزینه را تو میوی. انشاءالله. آمین آمین. در پشت خانه قدم قربان یک قبرستان موجود است. در را میره درون همون میدروی. قبری رقم 120. انا نمیدونم قشلاقای همون زنجیریه قشلاقای شوراباده انا مجده هسته خزینه. فهمیدم جناب پاپ. حاضر قبرستان قشلاق زنجیری رقم قبر فراموش کردی؟ ای بچه قبری رقم 120 بکن خزینه در زیر اموای. از هیجان جناب پاپ. در کلت خوش رو جا کن. فهمیدی؟ یک قبری نیم کنده رقمی 120. فهمم قبر رقم 120 قبر نیم کنده. خداوند تو را هدایت کند ان شاء الله. همیشه برای هدایت یافتنت دعا میکنم. آمین آمین. خداوند تو را هدایت کند ان شاء الله. سپاسیبه محسن. ای شوکت بلو بزنه پاپ شده کو. خدایا توبه من مسلمانم. توبه استغفر الله.